دخوازی جبو شهید سرطان جیان آزادی سرید جینا آمیدی و کیان پیر فرقی 10 سالی به دست رژیم ایرانی حاصل شهید خسته همون شهید سرطان جیان آزادی و جیان خوش بو آزادی دستانه یک دقیقه یه دعوتی ریز گرفتید کرد. سه سال 4 سال پیش تفکر چکداریا روشلاتی کردن دست پیدا کرد. یعنی هم دبینن هم تفکر سیاسی هم تفکر عسکری و همچنین تفکر حزبی در ایران و روشلات کردن به سرکیشیا بندکاران دست پیدا کرد. یعنی بنده هاوی تفکر بندکارانه. قد از بخوازم مثلا بحث روشلات کردن به کنکریتی بحث روشلات کردن به میلاد ناوی حوالی که شدید کرد ناو تفکر روشلات کردن تفکر عسکری اسماعیل شریف زاده و ناوی پر گرینگش بلکو دستپیکا تفکر چکداری لإیرانه به کنکریتی بحث تفکر خوندکاران بکم نه تنها به اسماعیل شریف زاده من آواره یا صدیق حنجیری و دست پید کرد هم تفکر که رادیکال ببینند سال دنابرا هفته یعنی 1972 یا 1975 کومالا دست پید کرد. کومالا حسبکی چپکر روشلات کردستانه و هیچی مایا به کاریگری ها که سر کومالا هم تفکر باشوری کردستانه و تفکر چپکر باکوری کردستانه و به تایبتی تفکر چپکر فلسطینه. هر کارگری ها هم سرمانده. صدیق حنجیری همون بلا آواره همون و کسی که دیر که دروی تفکر جان خوش دستا همون خندکار بون برنامه پروگرام جی دوی رادیکالی دانی بون که دستپیکا شورشا چکداری لهمو ایران جوی کنگره رو درد کرد و جهز را خوندکاران درد کرد. جبر چه؟ جبر که قاد جبو چالاکی لگال لإیران و روشلات کردستان نماید و قاد ایلگال جغینی کتب کاری خواه بپارزی پارستان آقای خواه که هیچ دمکی تنه تو نکاری ولی سر قاده و چالاکی خواه که بید و چکی تنه و لخواه مخاطب بی برگریه که روال خواه که پشت وی پروگرام هم بینن دنال فارساش یعنی در مرکز ایرانش در تفکر مندکاری عین کش دوباره که روبروز بل به تفکر Salutation to everyone who is struggling, who are resisting. And the protests in Iran are not only about Iran, but also influencing and affecting the entire world. مبارزات آزادیخواهان
aynı şekilde Vatandaşlık polisinden dolayı bir esas teknoloji. As ben sıcak karakterleri deniyoruz biz olsun.